بابا اومدن. اومدیم شوکت خان. پس شوکت خان کو؟ زینب خانم چی کار میکنی؟ پس شوکت خان کو؟ سلین و اورهان کجا؟ فقط 5 ثانیه وقت دارین بگین. من حرف زدم یه کاسه زیر کاسه، ولی ما رئیسمون رو لو نمیدیم. لازم باشه جونمون رو میدیم ولی لوش نمیدیم. بسر ما چی قراره لو بدیم آخه؟ باشه نمیدیم. احمقای کودن، اگه نگیم سلین و اورهان کجان از اینجا بستنی کامیل و جواد میاد بیرون. بستنی هم بشیم رازمون رو نمیگیم. خیلی خوب باشه، هر جور راحتیم. پس چرا وایسادین؟ بستنی درست کنیم دیگه. جدی میخوان بستنیمون کنن ها. خنگول آدمو چجوری بستنی میکنن؟ خیلی بشیم میشیم آدم برفی بابا. زینب چی کار میکنی؟ اینجا کجاست؟ دره یخا، یخترین یخا. ایش دلم خنک شد. از یخ زدن خوشتون اومد؟ خواهرم کجاست حرف بزنین؟ من نمیدونم. خدا ماما من نمیدونم. منم نمیدونم. بسته، بابا همه چی رو به شماها میگه. نمیدونم. به نظر من که چیزی نمیدونم وگرنه اعتراف میکردم. مطمئنی؟ مطمئنم. تا تو یخ نیفتی نمیفهمی تو یخ افتادن یعنی چی. میدونی؟ یه نگاه به اینا بنداز. کی تو این حال راضی و قایم میکنه؟ پس این سلین و اورهان کجا؟ دومات خدا کمکمون کن، یخ زدیم داریم میمیریم. کمک. کجا میری؟ داریم یخ میزنیم. یخ زدیم. تو رو خدا کمکمون کن. کمکمون کن. حالا کجا میریم؟ نمیدونم. حدس بزن چی خریدم. باورم نمیشه. آی خدایا، پیرهن مورد علاقه خیلی قشنگ. عزیزم آروم باش، چشمات از حدقه زد بیرون. باید از قبل میگفتم، تقصیر خودم. دختر این طراحی جدیدشونه، معرکه است. این یه دیریمه. حالا بگو ببینم، وقتی فاتح منو تو این ببینه چشمش باز اون دهاتی رو میبینه؟ ببینه آدم نیست دختر. در ضمن این پیراهن نیست، این یه دیریمه، این یه عشقه، این یه نوازشه، این یه عطره. به خاله مقدس زنگ بزنم ببینم در چه حالن، ببینیم فاتح خونه است یا نه. جواب نمیده. شاید کار داره. ممکن نیست. یه زنگ به سلیم بزنم. سلینم جواب نمیده. اینا پاک داره تو رو خط کشیدن رمجو. به خودشون زحمت نمیدن جواب تلفنت هم بدن. به این راحتی هم نیست جیدا. به خونهشون زنگ میزنم. الو. سلام گولای. بفرمایین، با کی کار داشتی؟ چه فوری یادت رفت گولای؟ منم ارم. هان ارم خانوم، بفرمایین کاری داشتین؟ خاله مقدس جواب گوشیشو نمیده، با اون کار دارم. الان نمیتونن صحبت کنن.
اگه بگی ارم زنگ زده وقتش باز میشه. گوله جون تو نگران نباش. باور کنین الان نمیتونن صحبت کنن، تو حس و حال صحبت نیستن، درگیر مسائل خانوادگی ان. بعدم بهشون میگم تماس گرفتین. قطع کرد. چی شده؟ گفت مسائل خانوادگی یو قطع کرد. طبیعیه دیگه دختر، تو دیگه عضو اون خانواده نیستی. گود مورنینگ بیبی. باید بفهمم اونجا چه خبره. شاید فاتح و زینب جدا شدن، شاید هم اون زینب بچه رو از کسی دیگه درست کرد و میخواد ببنده به ریش فاتح، یا یکی از دوست پسرای قبلیش اومده. 2 دقیقه‌ای کردیش قهرمان سریاله برزیلی دختر جون. من باید پیش فاتح باشم جیدا. من باید برم اونجا. خیلی خوب، نترس، پیرهنتو نخوردی، برو به درک. اوف. بله مادر بزرگ. فاتح کجاییم پسرم؟ تا صبح منتظر بودم، یه خبرم بهم ندادین. دنبال سلین میگردی. هنوز هیچ خبری نیست؟ انگار آب شدن رفتن زیر زمین. ای بابا پناه بر خدا، اگه خبری بشه حتما به منم بگین. تا صبح پلک رو هم نذاشتم پسرم. باشه مادر بزرگ، چشم. چی میگه؟ تا صبح بیدار مونده، میگه اگه خبری شد به منم بگی. از این حرفات. به کی زنگ میزنی؟ اورهان بازم رد کرده. یکم فکر کن زینب، جدی نمیتونی حدس بزنی کجا بردنش؟ راستش هرچی فکر میکنم جایی به ذهنم نمیرسه. هر چی فکر میکنم جایی به ذهنم نمیرسه. خواهرم و گروگان گرفتن، گروگانگیرا هم یکیش بابات اون یکی پسرمت. الان ما باید بریم همه خونه ها رو دونه دونه بگردیم. حتما بردنش یه جایی که تو هم میشناسی دیگه. ای بابا تو مشکل روانی داری؟ چرا باید جاشو قایم کنم فاتح؟ فکر کردی خوشم میاد با تو ماشین بخوابم؟ نه میدونستی میگفتی. من داد زدم که هرسمو خالی کنم. عجب آدمیه ها. مگه من گوگلم؟ رو پیشونی من نوشته گوگل سرچ. حتما وایفایم از آسمون میگیرم. آره صبر کن ببینم تو چی گفتی؟ میگم مگه من گوگلم مجبورم همه چی رو بدونم؟ دختر تو یه دونه ای. بیا اینجا ببینم. فیلم کن نشست به منم. فهمیدم. چی میگی بابا؟ فهمیدم. صبر کن یه لحظه. ها حل شد. بفرما رفیق. الو هکر رفیق، مته به کمکت احتیاج دارم. بگو. سلین و گروگان گرفتن. تو شماره تلفنشو میدونی دیگه، میتونی جاشو پیدا کنی؟ چی داری میگی پسر؟ البته که پیدا میکنم. باشه عالی شد. پسر تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ برگشتی، ازدواج کردی، تازه حالا بچه دارم شدی. من باید از این و اون بشنوم. هیچ ازت انتظار نداشتم. رفیق معذرت میخوام، هیچ فرصت نشد. به خدا اگه بدونی چی سرم اومده. برو بابا واسه من بهونه نیار. اینا رو به غریبه ها بگو، من گول نمیخورم. پسر باور کن، میگم تو این شماره رو پیدا کن، همین 1-2 روزه به محض اینکه بتونم میام پیشت. راستی رفیق، یه سوال ازت دارم. این ارم جون من از موقعیت نامزدی در اومد دیگه؟ آره در اومد. گفتم که اگه فردا روزی واسه ارم جونم پیام چیزی بفرستم یه وقت دلخور نشی. پسر بجنب، باز چونت گرم شده. شماره رو پیدا کن. خب پیدا کردم دیگه. خب جاش معلومه. گفتم وسط گپ نه. پس چرا نمیگی دیوونه؟ زود باش، عجله داریم. باشه رفیق حله. الان لوکیشن رو واسط میفرستم. فرستادم. اما ببین فقط وقتی کارت به من میافته یادم. الو بی معرفت قطع کرد. هکر دیگه کیه؟ مته رفیق فابریکمه. ببین بیا اینم از این. سلین اینجاست. آخ جونم
پیداش کردی نه برو کنار نچسب به من. از هیجان و خوشحالی یهویی شد. اینجا کجاست؟ به نظر میاد نزدیک خونه ماست. خیلی خوب زود باش را بیفتی که طاقت ندارم یه جوری شدم را بیفتم. بریم به اون اورهان خان نشون بدیم دنیا دست کیه. چرا نگو فاتح اگه بخوای بلایی سر اورهان اگه بیاری... اون آشغال بلایی سر خواهر من آورده باشه چی ها؟ وای اورهان همچین آدمی نیست. امیدوارم نباشه. حتما نیست. بریم بسه را بیفتی. خدایا خداونده خدایا همچین آدمی کمربندتو ببند. لجبازی نکن. باید صبونتو بخوری. ترجیح میدم از گشنگی بمیرم تا اینکه از دستتو غذا بخورم. آخ که من چقدر کشت و مرده تو هم. از دیروز منم به هم ریختم. حداقل میتونی ازم یه تشکر کنی. تشکر واسه اینکه من آوردین اینجا؟ نه خیر، به خاطر نزاکتی که داشتم. چقدر تو با نزاکتی ها؟ سلیم نمیخوام باهات بحث کنم. صبونه میخوری یا نه؟ نمیخورم. هر جور راحتی. عجب گیری افتادیم. بیام صابونه در پیت تو رو بخورم؟ چی گفتی؟ صابونه در پیتم؟ دختر تو امثال تو لیاقتی یه نون خشکم نداری. بعضی همین نون خشکم ندارن. پرسیدین دونه چنده؟ حتی اینم نمیدونین. نون معمولیه یا تعاونی؟ ها؟ نون معمولی 1 لیره و 75 قروش، نون تعاونی 60 قروش. نه بابا، یاد گرفتی گفتی شاید یه روز لازم شه. تو فکر کردی من چطور آدمیم؟ درسته نمیرم بقالی ولی قیمت نونو میدونم. هر کی ثروت داره حتما باید کودن باشه اورهان. امثال ما موجودات کودنین که از دنیا بیخبرن. آره؟ چه ربطی داره؟ مگه من همچین حرفی زدم؟ من هر هفته میرم بازار هفتگی. هیچ خبر داری؟ خودت بگو ببینم گوجه فرنگی کیلویی چنده؟ سیب زمینی پختنی و بادمجون سرخ کردنی کیلویی چنده؟ نمیدونم. ولی من خوب میدونم. از این به بعد هر پول داری دیدی با مانکنای تو ویترین یکی نمی کنی. باشه دختر باحالی هستی. یه چیزی سرت میشه. قبول. آشتی کردین؟ اصلاً. خب غلطی که میخورن کیلو چنده؟ اول ببینم چند کیلوه بعد. صبحونه حاضر خانوم. با گرسنگی حل نمیشه. پاشین. پاشو مقدس. پاشو. خواهش میکنم بذارین راحت باشم. من نگران دخترمم. چه صبحونه ای؟ مقدس حق با مادره. از دیروز یه لقمه غذام نخوردی. بیا. چی داری میگی فهمی؟ خدا میدونه دخترم الان تو چه حالیه. بعد من فکر شکمم باشم؟ اون مشکل رو من حل میکنم. بس دیگه نترس. فاتح و زینبم دنبالش. اون زینب بمیره. اگه اون نبود هیچ کدوم از این بلاها سرمون نمیومد. صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر خانم. ارم جون بیا عزیزم بیا خوشگلم. آخرم چی شده خاله؟ آخرم جون نمیدونه چه بلایی سرمون. نکنه طلاق گرفتن؟ نه بابا ای کاش.
یکی دوتا نیستن که فهمی؟ صبونتو بخور بعد برو پیداش کن. والد خاتون شما هم زیادی خونسردین ها. الان چه وقت صبحونه است مادر؟ من میرم. فهمی دیوونم نکنین، این مرد دیگه فامیل ماست. البته که به سلین صدمه ای نمیزنه. یکم منطقی باشیم بابا. اگه خبری گرفتین سری به منم بگین باشه؟ بگو ماشین منو آماده کنن دختر. چشم آقا. فهمی بدون دخترم نیا. چه خبره؟ کی دنبال کیه؟ نکنه بلایی سر فاتح اومده؟ آخ ارم جون، همه اینا تقصیر فاتحه. باعث شد با یه مشت آدم بی سر و پا سر و کله بزنیم. اگه حرف مادرشو گوش میداد این بلاها سر سلین نمی اومد. سلین؟ نکنه سلینو دزدیدن. چی؟ همش نقشه بابای اون زینبه، اما انکار میکنه. باورم نمیشه. چی دارین میگین؟ اینا دیگه چه جور آدمایی هستن خاله مقدس؟ تو همون نگاه اول زینبو شناختم، اما هیچ کس حرفمو باور نکرد. از سر تا پاش بدشگونه. سلین جون، آی بلایی بمیرم برات. این چه بلایی بود سرت اومد؟ تو سرنوشتش بالای کوه زندونی شدنم بوده؟ کوه؟ پس چه خاله مقدس؟ اینا آدمای بی سر و پایی، یعنی هیچی ازشون بعید نیست. خدا میدونه تفلکی کجا بردن. بله سلین خانم، دلم خنک شد. تو بودی تو اینستاگرام آبرومو بردی ها؟ حقت بود. ولی ارم چون مبادا به کسی چیزی بگی یا دخترم، میخوام تو همین 4 دیواری بمونه، وگرنه جلوی مردم آبرومون میره. نگران نباشین، این دیگه راز منم هست. هیچ جا درس پیدا نمیکنه. ولی یه دستشویی برم، بدجوری شوکه شدم. یه آبی به صورتم بزنم. گفتم حرفی نمیزنم. نگفتم پیام نمیدم. بله سلین خانم، از ماست که بر ماست همینه. وقتی داشتی آبروی منو میبردی خوب بود نه؟ صبر کن حالا میبینی چی میشه. سلین دختر شکرچی زاده ها رو چه کسی بالای کوه برده؟ یه هشتگم باید بزنم. چی بگم؟ چی بنویسم؟ چی بنویسم؟ هشتگ راه سلین. ببین اینجا رو نشون میده. بزن کنار. هیچی اینجا نیست، یعنی اشتباه اومدیم؟ خب پکو تو اشتباه راهنمایی کردی؟ نه ببین لوکیشن اینجاست، منم راه اینجا رو گفتم. آره درسته، ولی کجان؟ زمین دهن وا کرده افتادن توش؟ ای بابا، تو یه زنگ به سلیم بزن. چقدرم سرده. تو هم میشنوی؟ آره میشنوم. بیا قطع نکنی یا سلین. گوشی تو بده من. سلین. وای خیلی سرده. چیه؟ گوشیش اینجاست. پس خواهر گلم کجاست؟ معلومه گوشیشو انداختن دیگه. اورهان خودم خفت میکنم. صبر کن به اورهان زنگ میزنم. دوباره رد کرد. لوکیشن اورهانم اینجا هست. بودو بیا بریم اونجا. بیا. خیلی خوب آروم باش. یواش در. بودو به جام دیگه مسمسون. اگه تموم شد میتونم جمع کنم. بله میتونی جمع کنی دختر. چشم خانم. مقدس به این دختر خیلی رو نشون میدی. میدونی که دیگه عروسمون نیست.
ارم برای من هنوز دختر این خونه است مادر جون. فاتح دیگه راهشو ازش جدا کرده مقدس. این کار تو درست نیست. بله دیگه، دیدیم چه راهی انتخاب کردی. بچه‌مو از اون راه بر میگردونم. خاله مقدس، من باید زودتر برم ولی بازم میام پیشتون. چی شد جونم؟ یهو چه با عجله؟ امروز پرو لباس داشتم، یادم رفته بود زنگ زدن. کارم تموم شه برمیگردم. البته که تو این شرایط تنهاتون نمیذارم. باشه اصلا، به سلامت. میبینمتون. به این دختر اعتماد ندارم اصلا. مامان جون چرا صبحونه نمیخوری؟ نمیخورم. پس یه چایی بذار بخوریم. این اخم و تخمتم بس کن دیگه. از پسرم واسه انتقام خودت استفاده کردی، حالا بهم امر و نهیم میکنی ناجوان مرد؟ بچم تو درد سر میافته گوش زندون. گندشو در نیار بابا، هیچی نمیشه. آخه هیچی نمیشه یعنی چی؟ اینا از همون شکایت کردن داداش جونم، دختره رو گروگان گرفتی. خدا کنه اون پسر کل شق من نزنه به سیما آخر. ای خدا بزنه، شایدم بزنه. خواهرزاده‌ای دست گل منه، چرا که نه. چه شده کاسه داره، چقدر خوشحاله. زینب برگشت اومد خونش. این دشمنی رو بذار کنار، تمومش کن دیگه داداش جونم، تمومش کن. هر وقت خودم صلاح بدونم تمومش میکنم. شیفمه؟ نذاشتی این آدم یه چایی بخوریم. ماما قصه نخور، مگه داداشو نمیشناسی؟ خیلی ترین آدمی روی زمینه. از من میشنوی تا 2-3 ساعت دیگه خودش لو میده. ای خدا منو بخورد دست اینا، راحت شم بخورم. سردته؟ باشه، من بخاری رو روشن میکنم، حداقل یکم گرم میشی. خیلی با ملاحظه ای، ممنون. این پتو رو بنداز رود، یه کمی گرمت میکنه. نمیخواد. مرض. دختر جون، به خاطرت بخاری روشن میکنم، واسه روز پتو میارم، فقط مونده واسه جوراب ببافم. تو دیگه چه نمک نشناسی هستی؟ عجب آدم، یکی کیو گروگان گرفته؟ بابا قبول، گروگان گرفتم، ولی تو هم جون به لبم کردی. هر دقیقه یه سازی میزنی. ببین بخاری هم روشن نمی کنم، خوب شد؟ انقدر بمون تا بمیری. آب دماغت قندیل ببنده. نه که اونجا مال تو قندیل نمیشه ابله. خبر خیلی مهم به دستمون رسیده. درباره یه تاجر بزرگ استانبول، فهمی شکرچیزاده و دختر زیباش سلین یه خبر مهم گرفتیم. ببینین، میگیم راه سلین. میدونین چرا؟ چون از دختر این تاجر بزرگ سلین 2 شبانه روزه که خبری نیست. این خبر مثل بمب تو فضای مجازی صدا کرده و هشتگ راه سلین نوشته میشه. میخوام جزئیاتشو براتون بگم. درباره ربوده شدن سلین فعلا نتیجه قطعی به دست نیومده. آبرون رفت. سلین رو پیدا کنن. ولی من یک سوال از شما دارم بینندگان عزیز. آیا ربوده شده یا فرار کرده؟
ماموران پلیس دارن شهر و حومه بررسی میکنن. خبر ربوده شدنش توسط یکی از دوستان سلین گوشیمو واسم بیار بجام. و در فضای مجازی همه برای پیدا کردنش دست به کار شدن. تکرار میکنم از ولش کن، برو سر کارت ببینم. کرچیزاده 2 روزه که خبری نیست. پلیس و آشناهاش همه جا به دنبالش هستن. از اینجا از همتون خواهش میکنم در فرهاد بفرمایید مقدس خانم. خوب گوش کن، برام یه مافیای کار درست پیدا کن پسرجون. سریع. چیزی شده؟ هیچی نپرس، هیچی هم نگو، جلوی زبونت هم بگیر، بعدن بهت میگم. با هشتگ راه سلین همچنان ادامه داره. حالا که جیدا هم شنیده، یعنی به گوش همه رسیده. جیدا جون سلام. ارم، چیزی که خوندم درسته؟ آی چه فوری پخش شده واقعا که نوشتن سلین شکرچیزاده با یه جنگلی فرار کرده، رفته زن کلبه یه جنگلی شده. اصلا یه وضعی. آی آدما چقدر بیرحم شدن. وا یعنی چی؟ واقعیت نداره؟ متاسفانه درسته عزیزم، متاسفانه. تو الان اونجایی دیگه نه؟ خانواده‌اش چطوره؟ نه الان خونم. میدونی که لباسم زیاد مناسب اون جو نبود. لباسم عوض میکنم دوباره میرم. فهمیدم. پس استایل قصه دار. دختر توییتر مویتر منفجر شد. هر دختری فکرشو بکنی هشتگ راه سلین راه همه ماست باز کرده. خلاصه این که عزیزم سلین بدون این که بدونه یه جنبش شروع کرده. آی ولی این چه کاریه؟ خانوادش خیلی ناراحتن. آی ولشون کن بابا. یارو دختره رو انداخته رو اسبش، زده رفته سر کوه و بیابون. آی خیلی رمانتیکه. یه چیزی بپرسم، تو میگی تو کلبه پوست خرس مرس هست جلوی شامینه؟ جیدا ببین خواهش میکنم هیچی ننویسی که بخواد خانواده سلینو ناراحت کنه. 1000 بار بهم مشتار دادن. فرض کنی من ننویسم، همه جا پر شده. ولش کن حالا. شاید یه روز هممون از راه سلین رد شدیم، مگه نه؟ دختری کودن، تو دیگه کی هستی؟ چه حواسم کرد. دوبله شده در بله مادر بزرگ. فاتح هنوز خبری نشده؟ الان 2 تا آدرس پیدا کردیم. تو یکیش نبودن، داریم میریم دومیش. عجله کنی، پیش مردم آبرومون رفت. تو اخبار گفتن سلین دزدیده شده. چی؟ چطوری فهمیدن؟ نمیدونم، ولی این رسوایی باید هرچه زودتر رفت بشه. مادر دیوونه شده و این بار کاملا حق داره. ای به خشکی شانس. باشه ما پیداشون میکنیم. پیداشون کردیم بهتون خبر میدیم. شما مبادا با خبرنگاری چیزی صحبت کنین. باشه پسرم. سلیم چطوره؟ حالشو بپرس. سلیم چطوره؟ کاملا خوبه. شما فکرتون اینجا نباشه، پیش منه. باشه مادر بزرگ، دیگه قطع میکنم. شما هم نگران نباشین، پیداش میکنم. شما هم یه وقت حواستون باشه با کسی حرف نزنین. باشه فهمیدم. حالا به سمت چپ بپیچید. خب اینم سمت چپ. ولی اینجا که راه نداره. خدایا بهت گفتم که از خیابون قبلیه بپیچ. اعصابمو خورد نکن دختر، با لوکیشن پیش رفتیم دیگه. این راهو میگفت. شیطونه میگه همچین بزنم سر و چیزش یکی بشه. چیزش دیگه. چیزش چیه؟ تهش. خوب شد؟ تهش، سر و تهش. زینب یکم آروم باش. نمیتونم، آروم نمیشم. از دیروز سالا همه جا دنبال این دوتا بیشور میگردیم، نتیجه صفر. هیچ قبرستونی نیستم. تو چه مرگته؟ خواهر منو دزدیدن، نه خواهر تو رو. من باید عصبانی باشم، تو چه مرگته؟ خب باشه، ولی خواهر شوهر منم هست. عجب. خواهر شوهر الکی. به من میگفتی زیادی تو نقشت گم شدی. میبینم تو کلا تو افقش محو شدی. خیلی خوب بریم. چقدرم حرف میزنه. کجا پاشو بریم دیگه. بابا تو خل شدی؟ بریم چیه؟ کجا بریم؟ جایی که لوکیشن میگه دیگه. بدو. کجا رو میتونه بگه؟ ای بابا میدونم، را بیو. بجام. خیلی خب بابا برو. خیلی خوش اومدین مقدس خانم. ممنونم.
آقا جمال، میخوام زودتر برم سر اصل مطلب. دخترمو گروگان گرفتن. چی دارین میگین مقدس خانم؟ کی جرأت داشته همچین کاری بکنه؟ اتفاقا گروگانگیر آشناست. متاسفانه پدر عروسمه، اما انکار میکنه. باید یه جوری از زیر زبونش بکشیم، یه کاری کنیم اعتراف کنه. برای همین اومدم پیش شما. شما خیالتون راحت باشه، هم از زیر زبونش بکشم هم دک و دهنشو. عرب، دو نفره بذار بر دستت. امروز در خدمت مقدس خانومین. این آقا؟ عرب باهوشترین آدم منه، هر کاری بخواین میکنه. بگین بزن میزنه، بگین بمیر میمیره. نه آقا جمال، ببینین هدف من صدمه زدن به کسی نیست. من فقط میخوام دخترم رو پیدا کنم. شما خیالتون راحت باشه مقدس خانم، به عرب بگین هر کاری بخواین میکنه. با اجازه بابا به بچه ها بگم که آماده بشن. خیلی ممنونم ازتون. راستی اسم آقایی که میگین چیه؟ شاکت خانه، شاکت در مره، یه همچین لقبی داره. خدافظ. شماها خجالت نمیکشین؟ دوتا خرس گندر یه دختر بچه باید گول بزنه؟ دختر بچه؟ اون دختر بچه که میگین دیروز داشت ما رو آدم برفی میکرد آقا. آدم برفی نشونه. پس اگه خبر داشتین فوری لومو میدیدین ها؟ نگو شوکت خان، ما لازم باشه جونمون نمیدیم ولی لوت نمیدیم آقا. آره جون احمد. اتم خوب شد به اینا چی نگفته بودیم. نگاهشون کن تو رو خدا، هر جا بگه پاشو پا میشن، هر جا بگه بشین میشینن. بابا گفت بابام کارتون داره، گفت میرم میگم نیومدم، به جون مادرم تهدیدمون کرد، به خدا اینجوری گفت وگرنه ما چرا بودو بریم. اما حالا یه اشتباهی کردن، شما بگذر دیگه. اتم این دوتا کودن هر وقت رومو بکنم اونور یه دسته گلی به آب میدن. این چه حرفیه آقا؟ مگه میشه ما تو رو لو بدیم؟ اون همه شکنجمون دادن، زندگیمونو عین و فیلم از جلوی چشممون رد کردن ولی بازم لوت ندادی. ما منفی 30 درجه رو دیدیم، بستنی جوادی شدیم ولی بازم لوت ندادیم. خفه شین، تمیز کنین، زود بشینینم سریع. رازت رازمون آقا، ما هیچ وقت به امانت خیانت نکردیم. خفه شین، هنوز دارن دفاع میکنن از خودشون. اتم خوب شد من اورهانینا رو با تو فرستاده بودم. ولی میگم زینب هم نصفش زیر زمین آقا. نمیبینی این دوتا رو چی جوری شکنجه داده؟ میدونم درسته. خب هرچی باشه دختر باباشه دیگه. بله یه مرده، مرد. آی 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 مردم. آی زینب چیه؟ بابا کجا میریم؟ گم میشیم بعد میندازی گردن منو. صبر کن. ای خدا، میریم همون جایی که فلش میگه دیگه. فلش؟ خودمون شدیم شبیه فلش. بابا همون جایی که میزه فرستاده دیگه، بهش اعتماد نداری؟ رفیق جنابالی نیست مگه؟ بابا نمیخوای برگرد؟ به خودم میرم تو رو اینجا تنها بذارم برم؟ یه وقت تنها نذاری یا فکر کردی میترسم؟ من از این چیزا نمیترسم. چی بود؟ ها؟ چی؟ چی بود؟ گرگ بود؟ نه بابا، گرگ کدومه؟ وسط شهریم. کدوم شهر خنگ خدا؟ وسط جنگلیم. آره تو جنگلیم، ولی نه حتما چیزه، حتما زوزه سگه. نترس خانمی، نگران نباش، شوهرت پیشته. چه شوهری بابا؟ شوهر علکی؟ چی کار میکنی تو؟ فرصت طلب، به هر بهونه‌ای میچسبی بهم، هی بغل ای میکنی. بابا خوبی هم بهت نیومده. برو بابا، من به حفاظت تو احتیاجی ندارم. ای وای، آها اونجوری گیر میکنی، ولی خدایا چوبت صدا نداره، نمیفهمه واسه چیه. بی جای حرف زدن کمکم کن، بکش بیرون. بکش.
چند کیلویی؟ 65ی؟ من 65 کیلوه، من 55 کیلوه. ای خدایا خودت بهم صبر بده. فاطمه تو عمرت تو برف را نرفتی؟ نه چیزه. خب هنوز کار میکنه. اون روش از ما بیشتره. این برا میگه. وای باز گیر کردم. این دیگه چه برفیه؟ در نمیاد. یواش. این دیگه چیه؟ دوبله شده در استودیو. همینجوری اینجا بمونی؟ بیا نجاتمون بدن. فکر نکنم وضع اونا از ما بدتر باشه. به خانواده مایه‌دارت بگو بیان ما رو از اینجا ببرن. شما هلیکوپتری چیزی ندارین؟ این مایه‌داری به چه دردی میخوره؟ پارسال بابا فروختش. دوبله شده در استودیو جیم. اون دختر با خبرنگارا چی کار داره؟ آبرومون رفت. دیدین چی شد؟ الانم ارم و گیر انداختن. من زنه به این بزرگی دم در این خونه انقدر تا الان خبرنگار ندیده بودم. همش تقصیر اون دختر زینب بی شخصیته. سلین ببین، به خاطر سلامت خانواده همون، به خاطر آرامش داداشت و زینب، به خاطر آینده من خواهش میکنم سلین اینقدر بزرگش نکن. 3 بار طلاق میگیریم تموم میشه میره باشه؟ چی گفتی؟ آره دیگه، طلاق میگیریم تموم میشه میره. همین جدا میشیم تمام. به همین راحتی؟ آره به همین راحتی.